سلام. ساعت شما خوب؟ بخیر هستین؟ جانتون جو بفرمایید بشینید. خوب هستین؟ شکر فضل. طرفایتون خیریت است؟ نامتان؟ نامم نوید هستم. نوید چی کار میکنه اینجا؟ ما دیگه فعلا کار کفاشی هم میکنم پیش میبرم. چطور از کاربارتان؟ کاربار دیگه الحمدلله شکر خوب است دیگه میشه خدا مهربان است. از این ولایت پروان هستین؟ از ولایت پروان سوالی جبسرات قریه گذرم. چند سال سن دارین؟ یا 24 شاید باشه. مکتب پانتون خواندین نخواندین؟ مکتب پانتون خواندیم شکر تا 16 خواندیم دیگه فعلا دیگه شرایط کم تو آمد دیگه دینامیک کار دیگه مشغول شدیم. کدام رشته را خواندین؟ از کدام رشته فارغ التحصیل هستین؟ ما بخش زراعت خواندیم. در کدام دانشگاه؟ ولایت پروان وترنری. چند سال میشه فارغ هستین؟ ما دیگه 3 سال میشه 90 چیز فارغ شدید؟ شاج بیداد یا 90 ما خلاص. از مدت 3 سال میشه این کار رو میکنید؟ این کارا پیش میبریم فعلا دیگه. در کدام نهاده که دولتی رفتین پیشنهاد کردین نکردین به خاطر کار اپلای کردین نکردین؟ حالا دیگه پیشکش از یک کردیم دیگه هر جایی که برو دیگه میفهمن که یا پیسه بده یا واسطه داشته باشی یا زیر باشه که در چوکی یک مقام ببرند دیگه. از خاطرات دانشگاه بگوین. دانشگاه چطور گذشت؟ دانشگاه دیگه وضعیت اقتصادی فعلا خوب نبود چیز نبود بیادرم کرای راه که میرفتیم چیز بود تموم سر ما دیگه تعلیمات دیگه ایمال در خانه 12 نفر هستیم خدا رضی رسان از دیگه می سهل این کار ما تنها در خانه خودتان کار میکنید؟ خودم هست. هیچ کسی کار نمیکنه؟ نه دو روز چند کار میکنید؟ میشه روز 50 40 200 خدا مهربان است که برابری زده. پیامتان به کسایی که در رأس است چی است؟ پیام ای است که بیادر در افغانستان کار چیز کنن بیادر په امریکا و هر جایی که می باشه برای مردم یک کار اشغال کنن که مردم چهار مشکلات هست. سلام استاد. ساعتت خوب است؟ بخیر هستی؟ جانک جور آرام هستی؟ قراریست بخیر سلامت باشی. کرشک از خودت است؟ بله است. این ملایو تاریخ تیر شده نیست؟ نه. چند است ملایی چند است؟ 40. این چند است؟ دانش اینی گپا 20. این چند است؟ 140. چطور از کاروبار؟ الله شکر دیگه کاروبار نه دیگه نزدیک رمضان است. رمضان خوی چیزا یکم فروشات زیادتر است نه نظر به دیگه چیزا؟ بله. دیگه چطور است فعلا امروز چند کار کردی؟ امروز یک 6 7 کار کردیم. 6 7 تا بال پیشین هم اینا 6 7 کار کردین دیگه. ماشاءالله. الحمدلله. بله. سرپرست خانه تنها خودتان هستین؟ بله. قبل از چی کار میکردین؟ فعلا دیگه اینجا دکانم هست دیگه. قبل از گفتم چی کار میکردین؟ محصول بودیم فعلا. در کدام پانتون؟ پروان. خلاص کردین فارغ؟ خلاص کردیم ما. کدام رشته؟ زراعت. در کدام ارگان دولتی اپلای نکردین به خاطر وظیفه؟ حالا نخیر تا فعلا. چرا؟ چند جایی رفتیم نشد دیگه. منتظر هستیم. مشکلاتی که بود. یا خاطراتتان از دوران پانتون بگین چه خاطره دارید؟ خاطر وقت دیگه سر تا سر دیگه خاطر هست. سراسر زندگی. یا خاطره شو بگین. کدامش از دیگه زودتر بگویی. یک هر کدامش پشت میاموره بگو. ها؟ وانا میگه رکشواره بگو. نه دیگه دوره دیگه این دوره که کت سنفیا و هم دیگه شکر برسی می‌نوی دیگه خودش یک خاطره. بله. تشکر خداوند در کارتان برکت بندازه. آرام باشین. بخیر باشین. تشکر.